حس میکنی که وطن حمایت داره. خلاص وقتی که سرحد قطعی سیبخور میره، قطعی دریا میره، او افغانستان رو میبینی، پیش رود وطن میبینی، فخر میکنی که امروز در همین مرز بومی وطن صادقانه خدمت کرده. همین چیزا درک میکنی. هم خلاص سلامت باشید. با کمال احترام رئیس شما یک کتاب ما رو با یک گازتی من این گازete SSC. سلامت باشید. از کجای بودید؟ نویس تامین. این سفرده مدینوی که ما با توزکی نوشته من خودم سفر کردم. این گازete SSC است. گازete SSC. گازete مردمی است. و کجای جوانمردها هست ما با مردم جوانمرد هستیم. سلام علیکم. سلام. خیلی باشو. سلام. خدمت چیه؟ سلام. سلامت باشید. کمدی نداری؟ بله. سلامت باشید. اقدام گرفتیم خطی سرمایه‌داری گازete SSC. همتون سیاف میزبان میدونید میزروبا. من امروز تصمیم گرفتیم که بیایم هم از حال شما بخبر شیم، هم همین جای تاریخی تخت سنگی را یک زیارت کنیم. آمدیم دیدیم من دیدبانگاه سرحدی را من و افسرانی که در مرز وطن حمایت کرده ایستادند رفتیم و قطعی هم صحبت شدیم، دیدیم از حال و احوال شما خبر شدیم. من خواستیم یک بار دیگه شما قطعی هم صحبت شیم. من چی کمبودی و ایراد تکلیف پیشنهاد داشته باشیم من همه وقت در خدمت شما هستم. من همون کماندری کلانتون را خلفت دویم میگم که همین دیدبانگاه سرحدی که در حدود ناحیه قبادیان است، 4 تا ما دیدبانگاه سرحدی داریم، ما همه وقت آماده هستیم که به شما را خدمت کنیم. به خاطر که امروز شما شب به شب نگفته، روز به روز نگفته همین سرحد جمهوری تاجیکستان را حمایت میکنیم. ما به تشویش در مرکز ناحیه در ناحیه وای کردیم، کار فعالیت کردیم. رحمت به شما که شما هستیم، ما دلمون آرامه، قلبمون آرامه که ما سرحدبان داریم، حمایت کرده ایستادن، امنیت تشکیل کرده و ما به همین خاطر به تشویش کار فعالیت کردیم. من دویم میگم که چیزی که کمبودی داره، چیزی که تکلیف داره، چیزی که پیشنهاد داره، ما در مد اول حتی کارما میمونو اول همون کمبودی شما را بود بکنیم که شما با یگان چیز تقصیری نداشته باشید. من نزدیکی قطعی روزای عید، روزای برای جشن آورا، برای دیگر روزا ما حرکت میکنیم، یک خوراک ایدانت رو تشکیل کنیم، میده شدت رو روی کنیم. همون چیزا رو میگیره؟ بله. سلامت باشید. یک جوان تشکر. زوما. آزاد. اگر با میگم من رهبراتون کماندیراتون همینجا هستند، چیزی که دلتون میخواه ما همون چیزا برای شما تشکیل میکنیم. از جهت خوراک یگان تنقیصی نمیکشیم. چیزی که در کار است ما 24 ساعت در خدمت شما هستیم. بخاطر که امروز شما سرحد تاجیکستان را حمایت کرده شدید، مرز بوم تاجیکستان را حمایت کرده شدید. ما میگم که شما هستید که ما به تشویش کار کرده شدیم. برای همین من شخصا از نام خودم، از نام مقامات اجرایی حکومت دولت ناحیه قبادیان با شما یک جهان تشکر میگم و منتداری بیان میکنیم که در حمایت سرحد بوم کشور همه وقت صادق هسته بوده و میمونه. سلامت سربلند باشه. من از با کمال احترام سخنم با محترم سیاف میزبان میگم. مرحبا. درود بر همه شما، بر یک شما. من تا عمر دارم من سربازا را زیاد عزت میگذارم، حرمت میکنم. من حتی با فرزندان خودم، بر نزدیکان خودم، بر خویش و تبار خودم هم میگویم که اون نفری که از خدمت سربازی حربی نگذشته است مرد هست، اما مردی اصیل نیست. مرد اصیل همون نفری هست که برای ملت و دولت و حاکمیت و خلق خود خدمت میکند. شما امروز من میدونم یگان خدمت این خانه پدر و مادر نیست. مرد در انمین مشکلی ها مرد می شود. فرقیت مرد از مرگ یک حرف است، حرف اخیر. تاجیکا ما میگن که گاوی نر برای قربانی است.
مرد مرگ هم ردیف هستند. یعنی که مرد لازم شد مرگ را بر شرف خود ترجیح میدهد، شرف را بالا میگذارد، مرگ را میپذیرد، ولی مرز را بر یگان کس نمیدهد. شما همچون مرد برای مرز آماده اید که مرگ را قبول کنید و دشمن را داخل وطن راه ندهید. این را همه درک نمیکند، همه نمیدوند. همه شما در گرجدان که بوده، در آزادی بوده، در میخوندید و ببینید حاضر نظر شما در نسبت به آنهایی که خدمت گریزی میکنند، به خدمت نمی آیند، سرکشی میکنند دیگر شده است. درست است؟ شما الکی میدونید که اونها مرد هستند اما مرد اصیل نیستند و شما وقتی که بعد ادای خدمت برمیگردید با سری بلند از کوچه و خیابانهای وطن خود قدم میگذارید، زیرا شما در سختترین وضع، در گرمترین و سردترین روزها انا همین قدمهای مبارک خود را در مرز میگذاشتید که امنیت ملت، دولت، پدر و مادر، خواهر و برادر و حتی همونهایی که نوجوان مردان از خدمت فرار میکنند امنیت همونها هم تامین باشد. این بار دیگر از جوانمردی شما گواهی میدهد. شرف به یکایک شما، شرف بر همه شما و شرف به جوانمردی شما و شرف به افسران شما که شما را در اینجا زیر قنات پدرانه گرفتند و شرف بر محترم رئیس ناحیه قبادیان که پیوسته از شما خبر میگیرد، با شما هست و در فکر شما هست. شما باور کنید رئیس هستند، آدم هستند، یکایک شما هر کسی شما در زیر نظری سرور دولت ما قرار دارید. از حال همه شما برخبر است، همیشه در فکر شما هست، مثل که در فکر تمامی همین خلق و ملت تاجیک است و شما را حکومت مرکزی تاجیکستان بیشتر دوست می‌دارد و وقتی که شما خدمت را تمام کرده به زندگی ملکی برمیگردید، درهای دانشگاه‌ها، کارخانه‌ها، کارگاه‌ها، امتیازها و لگات‌ها برای شما باز است. بار دیگر سلامت باشید. این اگر امر سپارش با من باشد، من میگم دست و درمی قلب میمونم، چی کاری داشته باشم کارم یک طرف میمونم، خدمت شما رو میکنم. به خاطر که امروز شما سببگار اساسی امنیت جمهوری تاجیکستان هستید. به همین خاطر آنچه که درخواست داره با واسطه من برابراتون میتونید با ما مراجعت کنید. همون چیزا همون وقت ما دسترس میکنیم به شما را. چیزی که باشد در دایره همون قابلیت و ما حتما به شما را همون چیزا دسترس میکنیم، شرایط مهیا میکنیم به خاطر که شما به یگان چیز نیاز نداشته باشید. یگان سوال داره؟ حتما. سلامت سربلند باشید. شرف چیزی تجاوز ناپذیر است. هر آن کس که شرف دارد کبیر است. برای آنقدر شما شخصان کبیر هستید، شخصان بزرگ هستید. نوابسته از آنی که جنس مایده دارید، قلبی بزرگ دارید که همین دیار وطن در اختیار شما برای شما باور کردن، همینجا را سپاریدن. شما همون شخصان کبیر هستید. از نام تمام مقامات استقامت کنندگان برای هر یکایک شما میگم که رحمت. ما فکر نکنیم ما خدمت کرده نیستیم. ما هم سالدات خدمت کردیم در ارمیه شوروی، ارمیه سوویتی و هم افسر خدمت کردیم، افیسر. من 2 بار خدمت کردم. هم سالدات ما میتوانیم